بر شبکه مخفی خوش آمدید. کابل، ساعت 3 بامداد. وقتی شهر در خواب عمیق فرو رفته بود، در دل یکی از بزرگترین مراکز تجاری کابل اتفاقی افتاد که عقل سلیم را به چالش کشید. نه آژیری بلند شد، نه شیشه‌ای شکسته شد، نه دری با زور باز شد. اما صبح وقتی کارمندان رسیدند، با یک اتاق کاملا خالی روبرو شدند. امروز ما روی پرونده‌ای کار می‌کنیم که پلیس جنایی کابل به آن لقب جنایت ارواح داده است. سارق مردی است که هیچ رد پایی از خود به جا نمی‌گذارد. کسی که امنیت را بهتر از نگهبانان می‌شناسد و قوانین فیزیک را بهتر از دیوارها. سیستم امنیتی این مرکز مجهز به کمره‌های حرارتی و سنسورهای حرکتی بود. اما سارق دقیق می‌دانست نقطه کور این سیستم کجاست. او نه از دیوار بالا رفت، نه قفل‌ها را برید. با استفاده از یک فرکانس رادیویی تمام کمره‌ها را برای 90 ثانیه در یک تصویر تکراری قفل کرد. در همان 90 ثانیه طلایی با خونسردی کامل وارد شد، گاو صندوقی را که باز کردنش برای متخصصان 3 روز وقت می‌خواست، در کمتر از 1 دقیقه باز کرد و با $2 میلیون نقد در دل شب ناپدید شد. وقتی تیم جنایی پلیس کابل به محل رسید، همه چیز بیش از حد تمیز بود. اما یک اشتباه کوچک باقی مانده بود. یک سیم کارت سوخته در سطل زباله دورترین راهرو و یک اثر کفش که متعلق به هیچ کدام از کارمندان نبود. اندازه کفش غیر طبیعی بود. بسیار کوچک، انگار یک کودک آن را پوشیده باشد. اما کمره‌های اطراف ساختمان چیزی متفاوت نشان می‌دادند. مردی بلند قامت با درسی و نکتایی نیم ساعت بعد از سرقت خیلی عادی از جاده عبور می‌کرد. پیچیدگی پرونده وقتی به اوج رسید که پلیس سیم کارت را ردیابی کرد. این شماره به نام شخصی ثبت شده بود که 2 سال پیش در یک حادثه ترافیکی فوت کرده بود. عجیبتر از همه این بود که پولهای دزدیده شده به صورت بسته‌های منظم در پیش دروازه چند خانواده بی‌بضاعت و یتیمخانه‌های کابل رها شده بود. سارق نه برای خودش، بلکه برای یک مأموریت ناشناخته دزدی کرده بود. قهرمان یا جنایتکاری حرفه‌ای که با احساسات مردم بازی می‌کند. دوسیه جنایت ارواح هیچ وقت به طور کامل بسته نشد. سارق هرگز دستگیر نشد و هویتش مثل یک سایه در تاریخ جرائم کابل باقی ماند. این پرونده به ما آموخت که تکنولوژی هر چقدر هم پیشرفته باشد، در برابر هوش انسان همیشه یک نقطه ضعف دارد. نظر شما چیست؟ مجازات یا ستایش؟ نام این شبکه مخفی است، چون حقیقت همیشه در تاریکی میماند. سابسکرایب کنید تا از پرونده بعدی جا نمانید.